سلام بچه ها، اینجا بازی سازیه و تو این ویدیو میخوام به صورت کاملا جنگی به شما آموزش بدم که بدون داشتن هیچ گونه پیش زمینه‌ای به مدلتون انیمیشن بدید، اونم به صورت کاملا مجانی. خب چی کار میکنیم؟ اول از همه یه مدل میخوایم. مدل رو میتونید بسازید، میتونید دانلود کنید. من اینو از سایت اسکچ فاب دانلود کردم. حالا میخوایم بهش انیمیشن بدید. میتونید بهش خودتون بشینید با نرم افزارهای مثل 3ds Max و مایا و بلندر بهش انیمیشن بدید، یا برید توی سایت ماکسیما یه سایت مال آدوبی که یه کتابخونه از انیمیشن های مختلفه. مجانی هم هست، فقط باید باش حساب درست کنید. حواستون باشه که باید تحریم شکنتون روشن باشه. چطور تحریم شکن استفاده کنید؟ بالا سمت راست کلیک بکنید. اگه دلتون بخواد میتونید با انتخاب کاراکترز از کاراکتر مخصوص به خودش استفاده بکنید. و اگه هم میخواید کاراکتر خودتون آپلود بکنید، خیلی راحت اینجا میزنید آپلود کاراکتر، میگه مدلتون رو بذارید اینجا، صبر میکنیم تا آپلود بشه و مدل ما الان اینجاست، آپلود شد. حالا میریم گزینه نکست و صبر میکنیم تا اینجا لود بشه. چه انیمیشن هایی میخوایم؟ یکیش انیمیشن دویدن، خیلی راحت اینجا سرچ بزنید ران، نگاه کنیم کدوم مناسب. این خوبه، میتونید از زاویه مختلف بهش نگاه بکنید. به نظرم سرعتش کم زیادیه، سرعتش اینجا میتونیم کم بکنیم. اینجا تنظیمات مرتبط با انیمیشنه که هر انیمیشن تنظیم مخصوص به خودش داره. معمولا همین ولی برای یک سری کم و زیاد میشه. خب سرعتش زای کمه، مثلا 25 خوب باشه. اصلا میدونی روی پدرش 100 100 بهتر. اینجا میتونید استایلاشو تغییر بدید. یه چیز بولی. الان مثلا این خوبه، اینو دانلود میکنید. نگاه فرمت چی باشه، اینا 30 ثانیه باشه، چطور باشه؟ همین بهتر همینو باشه. انیمیشن 30 فریم در ثانیه باشه. همین دانلودش میکنیم. یکی برای دویدن، یکی میخوایم برای پریدن. اینا خوبه. اگر این گزینه رو بزنید این معکوس میشه، یعنی الان مثلا به این سمت داریم نگاه میکنه، این رو بزنیم به اون سمت نگاه میکنه. اینم خوبه، اینم دانلود میکنیم و همین. این ویدیو قرار بود تیکه‌ای از یه ویدیو بزرگتر باشه که بیام مبحث برنامه نویسی انیمیشن رو کامل بهتون آموزش بدم، ولی گفتم نه، بهتره لقمه‌اش بکنم، به صورت لقمه‌های کوچیک مبحث رو بهتون آموزش بدم. توی ویدیو بعدی بهتون آموزش میدم که چطور با استفاده از سی شارپ انیمیشنتون رو برنامه نویسی کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا دبلیو زدید این انیمیشن اجرا بشه، اسپیس زدید اون انیمیشن اجرا بشه و الی آخر.